گوری ایوانوف مسئول شرکت وستوک سرویس که پول چندین ساکن تاجیکستان را با وعده کاری خوب و دائمی در مسکو و دبی گرفته بود با اتهام قلابی بازداشت شده است. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که او برای از خود کردن $30,000 ساکنان متهم است. در تاجیکستان که پیدا کردن کار و درآمد خوب آسان نیست، بسیاری ها به بازار کار خارجی از جمله روسیه امید می‌بندند. در بعضی حالت رو به عربستان سعودی و یا امارات متحده عربی می‌آورند. یک منبع رادیو آزادی روز 30 آگوست بر رادیو آزادی گفت که گوری ایوانوف هفته گذشته به حبس گرفته شده است، اما نسبت به او ماهی انوری امسال بر اساس ماده قلابی به مقدار مخصوصا کلان پرونده جنایی باز شده، قضیه از طرف ماموران آژانسی مبارزه با فساد تفتیش میشد. این ماده کدکس جنایتی تاجیکستان از 1400 تا 2900 نشان دهنده جریمه و یا از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی میکند. این مصاحب ما گفت در صورت پرداخت ضرر رسیده احتمالی آزادی گوری ایوانوف وجود دارد. مصاحب رادیو آزادی گفت در وعده های خود ایوانوف با مشتری ها وعده کاری سر درآمد میکرد. او گفت از برخی ها از سال 2014 پول گرفته لیکن کار پیشنهاد نکرده است. پروندهش را دادگاه بررسی دارد و شاید روزهای نزدیک نسبت به او قرار ضروری صادر شود. جبردیدگان در جریان تفتیشات گفتند که گوری ایوانوف با بهانه وعده کاری خیلی سردرآمد در روسیه، بلاروس و دبی را داده میگفت شرکتش وستوک سرویس در این کار تجربه دارد. شرکت وستوک سرویس سال 2013 در تاجیکستان تأسیس یافته در دوشنبه و خوجند نمایندگی دارد. در هدفهای آیین‌ناموی شرکت گفته می شود که آن جهت پیدا کردن کار به شهروندان در خارج از کشور یاری می کند. در شبکه‌های اینترنت با نام وستوک سرویس ده ها شرکت ثبت نام شده است که اکثرا در روسیه و کشورهای دیگری پساشوروی ثبت نام شده‌اند. اکثر این شرکت ها نیز هدف خود را کمک به کارافتادگان برای پیدا کردن کار از کشورهای آسیای مرکزی در روسیه عنوان کردند. ظاهرا این عنوان دقت کارجویان را به خود جلب میکند. تلاش ما برای گرفتن نظر نزدیکان گوری ایوانوف نتیجه نداد. وکیل دفاع او نیز از اظهار نظر خودداری کرد. وکیل دفاع ایوانوف تنها گفت که این قضیه حل شونده است و از شرح بیشتر خودداری نمود. نورعلی سفرعلیف متخصص ساختمان و یکی از جبردیده های این پرونده گفت سال 2015 گوری ایوانوف از او $4,000 گرفت و وعده داد که در یک شرکت با نفوذ در روسیه با او جای کار پیدا میکند. او گفت حالا از بحر کار گذشته است و تنها امید برگرداندن پولش را دارد. در تاجیکستان که بیش از 30% اهالیش کمبزاعت است، پیدا کردن جای کاری مناسب با معاش بلند مشکل است. از این رو شهروندان تلاش میکنند برای کار به خارج کشور بروند. کارشناسان میگویند وعده کار با معاش زیاد ساکنان را زود به دام فریب میافتاند. خورشید بابایف یک جامعه شناس تاجیک میگوید حالا کار خوب و معاش بلند با آرزوی اکثر ساکنان تبدیل یافته است. در تاجیکستان رسما 54,000 بیکار ثبت شده است، اما بنابر آمار غیر رسمی بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کاری دائمی ندارند و مجبورند همه ساله برای کار بر روسیه بروند.